بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، وقتی که یکی از خاندان ما، فرزند ما تحقیر شود، ما چقدر درد میکشیم، ما چقدر ناراحت میشویم. مگر پیغمبر بزرگوار وقتی که دید حسین زیبای او سرش از تن جدا شد، درد نکشید؟ فغان نکرد؟ وقتی که دید علی اصغر او با این شیرخوارگی از گلوش نیزه میگذارد، خونش میپاشد، درد نکرد؟ و یادم میرسد غزوه بدر، در آن غزوه عباس که از جانب مشرکا آمده بود اسیر افتید، دستاش بسته بود، پاهاش. از نالش عباس در آن شب پیغمبر بزرگوار تا روز خوابشان نبرد. برای عمهشان عباس که دستش در بند بسته بود، مگر برای حسین نازنینش اشک نریخت؟ مگر برای حسین دلش درد نکرد؟ در محرم این بود به احترامی که این یزیدیان لعین و ملعون علیهم لعنت الله الی یوم القیامه برای خاندان پیغمبر کردند. حالا رسول بزرگوار میفرمایند من آذانی فی عترتی فقد عاذ الله. کسی که خاندان من آزار میتیه، من آزار داده است. کسی من آزار میتیه، خدا را آزار داده است.